به نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم. اکنون دوستان عزیز بهترین فرصت فرا رسید با اون نفرایی که از ما خواهش میکردن که مغازه زیارتچوب کی در ترکستان میکشوین. بله، در وطن عزیز در چهارراه 46 پرگاه سنتر سودا چخله که میبینید در منظر ما. بله دوستان عزیز، اکنون از این پس شما میتونید که همه روزه با دکان ما بیاین بهترین خدمت رسانی فیتابوچکا گای مرید هیجوما و تمام نمود خدمت رسانی را علل خصوص از دکان ما برای سلامتی خود دسترس کنید. حالا یک جا رفته با هم میبینیم که ما چی نویگری در وطن عزیز کردیم. یکی از گوشه های وطن در وطن عزیز برای شما کشاده اعلان میکنیم. شنیدن که بود مانند دیدن. میریم رفتیم. اکنون دوستان عزیز درآمدگاه ما در سیم ماشینای سادات قرار دارد. دوستان عزیز چکلی که میبینید نگاه کنید با حرفای کلان نویسیده که هجومای ما در سیم ماشینا همه شما را انتظار مرحبا. بله مرحبا رفتیم. دوستان عزیز ما در سیم ماشینا را رسیدیم. چکلی که میبینید فیتنس کلوب نویسیده مخصوصا هجومای ما در همجا قرار دارد. هر نفری که میخواین وارد دکان ماشین انا می زنگوله را یک بار زیر میکنید پیش خدمت شما را پیشواز میگیرد. انا وقتی که شما وارد میشوید در اینجا فیتنس کلوب میباشد، انا همین دری درآمد هجوما میباشد. شما وقتی که این رو زیر میکنید برای شما شده میشود. اکنون چیکار میکنیم؟ وارد مغازه زیارتچوب در خود ترکستان میشیم. بیا برادرم. ماشاءالله وقتی که میدارین اولین چیزی که دقت شما را جلب میکنه کارتیکای زیبایی هجوما یعنی زیارتچوب. نگاه کن اکا بلوجان چقدر بازی بوده گید. اکا وارد میشیم اکا. بله میدارین در داخل مهمانخانه. انا اکا عبدالله در حقیقت گوشه از وطن ایرا تاجیکستان میگن. نگاه کنید با این پرده نشون پرچم و در بین نوشتجاتی سلامتی ملت پایگری دولت است. این سخنها رو دایم در برنامه‌های خود میگوید محترم جناب ولی علی رحمان. بله دوستان عزیز، از همه خوب و بهترش اینه که دوستان عزیز در اینجا تمام نمود خدمت رسانی هست و این گوشه‌ای که میگردیم با حرفای زلین رحیم پروداکشن و اینچنین هجوما در طرف 46 در خدمت شماست. چون که در مسکو کار و فعالیت میکردیم، چی از جهت محصولات های گیاهی، چی هجوما، چی تبابت گایمرید، ما خواستیم که در اینجا همین کارها رو برای شما پیشنهاد کنیم. طبق فرمان وزارت تندرستی در تاجیکستان انمی نمود محصولات ها را ما منظور شما گردوندگیم که بهترین چیز شیخ شو دوخیای خوب و بهترین و اینچنین داروهای گیاهی که با علفهای طبیعی در وطن عزیزمان همه چیزا تیار میکنه. بله، خیلی که میبینید همه از شرکت های وطنی میباشد. ما خواستیم که با شرکت های وطنی همکاری کرده محصولات های وطنی رو برای شما پیشنهاد کنیم. ناگفته نمانده که عبدالله جان ما با 300 نمود محصولات های وطنی سرتیفیکات داریم که بله. از گیاه های وطنی خودمون از کوه پشته خودمون تیار کرده میشه. بله، نگاه کنید. روغن کدو، روغن کنجد، روغن سیاه‌دانه، روغن زیتون و دیگر دوخی هایی که شما میبینید همش برای شما پیشنهاد کرده میشه. از 100 حصه علل خصوص یک حصهش نیست در دکان ما هست که شنیدن که باید مانند دیدن از پیش ببینین بهترین میشود. چگونه که میگفتیم که دکان ما یکی از دکان‌های خاکسارانه میباشد. اگر که شما اومدید در انا همینجا نشسته چای نوشیده انتظار شده و بعدا در خدمت شما قرار میگیرند متخصصهای ما. چنانکه که میگن چای بیزن شاخ سر تازه شود مغز سر. خلاص برادران، رقم هایی که شما میبینید در خدمت شما است. شما میتونید که نام‌نویس کنید یا اینکه زنگ بزنید در واتساپ در رقم ها زنگ بزنید. اومده از خدمت رسانی ما استفاده برده حلاوت ببرید. نگفته نمانده که عبدالله جان بلکه ما پاکیزه مسکو اومدگی نیستیم. در مسکو هم نیز دکان‌های ما قرار دارد. چنانکه که میتونیم براتسلافسکی، خیمکی و اینچنین مترو لوبلینو و یکی از فیلال‌های ما نیز در تاجیکستان نیز شده شد. ناگفته نماند ما با همراهی رحیم جان در همین شرکت زیاده 4-5 سال شد که یک جا کار میکنیم. برادر هستیم، همکار هستیم، دوست هستیم، رفیق هستیم و میخواهیم که شما نیز در همین دنیا انم رفیق‌های دوستی زیبا داشته باشید که همیشه با دیدنشان روحیه‌تان بلند شود. اکه عبدالله جان همه گپ زدیم، برادران را یک قبول میکنیم. از 29 اپریل 2026 از فردا شما میتوانید که اومده به دکان ما از خدمت رسانی زیارتشو استفاده برید. انا اکنون دوستان عزیز فرصت به هر یک شما فرا رسید که در تاجیکستان مغازه زیارتچوب کی فیلال خشم کشویا بیا با چشم سر ببین
استراحت که در جانی که امروز داری. به همین خاطر نمره در روی اکران همه شما را مخصوصا ما در چهارراه 46 در دام سادات در سیم اوشونه انتظاریم. هجامه زیارتچاپ همه وقت در خدمت شماست.